پشت پرده سریال شهرزاد، رازها و حواشی واقعی. سریال شهرزاد فقط یک داستان عاشقانه نبود. پشت این سریال کلی اتفاقات عجیب، حاشیه و حتی جنجال‌های واقعی وجود داشت که خیلی‌ها نمی‌دونن. جنجال بزرگ مالی پشت سریال. یکی از مهمترین اتفاقات پشت پرده سریال شهرزاد مربوط به سرمایه‌گذار و تهیه کننده این سریال بود. طبق گزارش‌ها محمد امامی تهیه کننده به پرونده فساد مالی مرتبط شد و حتی بازداشتش هم خبرساز شد. این موضوع باعث شد نگاه مردم به سریال کاملا تغییر کند و حتی بعضیا کمپینایی که قرار راه بندازن که سریال رو تحریم کنند. اتفاقات بین عوامل و سازنده. پشت دوربین همه چیز آروم نبود. گفته شده بین کارگردان حسن فتی و سرمایه‌گذار اختلافایی به وجود اومد. حتی بعضی بازیگرها مثل ابوالفضل پورعرب وسط کار جدا شد چون از تغییر داستان راضی نبودند. این اختلاف ها باعث شد روند داستان مخصوصا در فصل‌های بعدی کمی تغییر کند. حذف و تغییر بازیگر مهم. یکی از شوکه‌های بزرگ برای مخاطب‌ها نبودن بزرگ آقا در ادامه سریال بود. علی نصریان که نقش کلیدی داشت در فصل‌های بعد حضور نداشت. خیلی معتقد بودن همین موضوع به کیفیت داستان ضربه زد. سکانس‌های جنجالی. در یک از قسمت‌ها یک تصویر خاص توی صحنه دیده شده که کلی حاشیه درست کرد. این اتفاق باعث واکنش رسانه‌ها شد. حتی سازندگان مجبور شدن توضیح بدن و عذرخواهی کنند. تغییرات موسیقی و فضای سریال. شاید ندونی موسیقی شهرزاد هم پشت پرده جالبی داره. در ابتدا با صدای علیرضا قربانی شروع شد، اما بعد محسن چاوشی جایگزین و آهنگاش خیلی وایرال شد. موفقیت بزرگ با وجود همه حواشی. با این جنجال‌های حواشی شهرزاد تبدیل شد به یکی از موفق‌ترین سریال‌های شبکه خانگی ایران و حتی اعتماد مخاطب‌ها رو دوباره برگردوند. شاید ندونی وقتی شهرزاد رو می‌بینیم فقط یک داستان عاشقانه می‌دیدیم، اما پشتش رازهایی وجود دارد که هیچ کس نمی‌دونه. یک دنیای واقعی قدرت پول، اختلاف و تصمیم‌های سخت جریان داشت و اینجاست که شهرزاد فقط یک سریال نبود، یک داستان واقعی تر از چیزی که فکر می‌کنیم. اگر از این ویدیو خوشت اومد ممنون میشم که ساب کنی، لایک کنی. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.